کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که بنا به پیشبینی هواشناسان روزهای 19 و 20 اپریل سال 2022 در برخی ناحیه‌های تابع جمهوری، ناحیه‌های کوهدامن ولایت ختلان و کوهستان ولایت سوخت بارشات شدید، رعد و برق و ژوله پیش بینی می شود. انتظار می رود که بر اثر بارشات سطح آب در دریاهای یوخسو، قزلسوی جنوبی و وخش بالا برود. روز 20 اپریل در یک قطار ناحیه‌های تابع جمهوری و ولایت ختلان و سوخت ریختن ژوله و در برخی ناحیه‌های کوهدامن و کوهستان تابع جمهوری و ولایت ختلان ریختن ژوله پیش بینی کرده می شود. در نتیجه بارشات و بالا رفتن سطح آب در دریاها خطر سیل و آبخیزی و فرو ریختن ترمه و سنگریزی بیشتر می شود. گفته می شود آب و هوای نامساعد چرانیدن و نگاه داشتن چاروا را در چراگاه‌ها مشکل می گرداند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده در این رابطه از ساکنان خواسته است که به خاطر پیشگیری از عاقبت‌های سیل و آبخیزی‌ها جوی سایه‌ها و راه‌های سیل پرتو را در اطراف خانه‌های خود تازه کنند. همچنین به ساحل کول یا دریاها ماهیگیری نروند. از ساکنان همین طور خواستند که از سفر به کوه‌ها برای چیندن زنبوروغ، چوکری و سیاه علف و گیاهای دیگر خودرو حد امکان خودداری کرده چاره‌های بی‌خطری شخصی را قطعاً رعایت کنند و به کودکان توجه ویژه داده فرزندانشان را تنها نگذارند. از رانندگان هم تقاضا شده است که قاعده‌های حرکت در راه به خصوص سرعت و فاصله را قطعاً رعایت کنند و حد امکان شبانه با ماشین به سفر نبرایند. در صورت پیش آمدن حالت‌های فوق‌العاده از همه خواسته شده است که با رقم 112 و یا به قسم نوبرداری کمیته حالت‌های فوق‌العاده به این دو رقم زنگ بزنند: 93 880 28 19 223 13 11.